بسم الله الرحمن الرحیم. بدان که ریا کردن به طاعت حق تعالی از جمله گناهان کبیره است و به شرک نزدیک است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت: از همه چیزها خوفتر بر امتم ریاست که از این می ترسم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: باید طاعت خدای تعالی را بجا آری و آن طاعت را ریای مردمان نکنی. و باز گفتند که روزی قیامت شخصی را بیارند و به حسابگاه و به او گویند که چی طاعت داری؟ گوید: جان خود را در راه رضای خدای تعالی فدا کردم که در غزا کشته شدم. گویند: دروغ میگویی، برای آن غزا کردی که گویند فلانی مردانه است. او را به دوزخ برید. شخصی دیگر را بیاورند و از او پرسند که در دنیا چی طاعت کردی؟ گوید: هر چیز داشتم صدقه کردم. به او گویند: دروغ میگویی، برای آن دادی که مردمان تو را سخی گویند. ملائکه ها گویند که او را به دوزخ اندازید. شخصی سوم را آورند و پرسند که چی طاعتی داری؟ گوید: که رنج کشیده قرآن و علم را آموختم. به او گویند: دروغ میگویی، برای آن علم آموختی که تو را مردی عالم گویند. ملائکه ها گویند که او را به دوزخ اندازید. همه آنها را به دوزخ اندازند برای آنکه عمل و زحمت های آنها خاص برای خدا نبوده، برای ریا و بینانیدن مردم بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: روز قیامت هیچ سایه نیست جز سایه عرش. فقط در سایه آن شخصان می نشینند که با دست راست صدقه کنند که دست چپی آنها خبر نشود، یعنی پنهانی. معاذ رضی الله می گوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: خدای تعالی پیش از آفریدن آسمان ها 7 ملائکه را آفرید. بعد از آن آسمان ها را بیافرید. هر کدام آن ملائکه ها را به آن 7 آسمان موکل، یعنی که وابسته کرد و دروازه‌بان آن را به آنها داد. وقتی فرشتگان زمین که آن عملهای بندگان را از بامداد تا به شب نوشته با آسمان میبرند، بر طاعت آن بنده ثنای بسیار گویند و چندان عبادت کرده باشند که نور طاعت چون نور آفتاب باشد. آن فرشته که موکل بود به آسمان اول گوید که این طاعت را برده بر روی صاحبش زن که من نگهبان اهل غیبتم. مرا حق تعالی فرموده است: هر کی غیبت کند مگذار که عمل وی بر تو بگذرد. پس عمل کسی دیگر را بران که غیبت نکرده باشد تا به آسمان دوم فرشته که موکل به آسمان دوم است بگوید که این طاعت را برای صاحبش زنید، که این طاعت را برای دنیا کرده است و در مجلس ها به مردم فخر کرده است. مرا فرمودند که عمل او را از برآمدن به آسمان سیوم من کنم. پس عمل دیگری را به آسمان برند که در وی صدقه و روزه و نماز باشد که نگهبانان آن آسمان از نور عبادت وی در خیرت بمانند. چون به آسمان سیوم رسد، فرشته آسمان سیوم گوید که عمل او را برگردانید که او در عملش کبر کرده است. من عملی کبر کنندگان را رد می کنم. باز عمل شخصی دیگر را بیارند. به آسمان چهارم فرشته گوید که من موکل بر او عجوبم و طاعت او که خالی از عجوب خودبینی است من نمیگذارم که طاعت او از اینجا گذرد. باز طاعت شخصی دیگر را بیارند. به آسمان پنجم که عمل وی چون عروسی آراسته که به شوهر تسلیم خواهد شد. فرشته گوید که این عمل را بر روی صاحبش زنید و به گردن وی نهید که من موکلی حسدم. هر کی در علم و عمل به درجه وی می رسید او حسد می کرد. پس عملی شخصی دیگر را برند که هیچ مانعی نباشد در وی تا آسمان ششم. ملائکه آسمان ششم گوید که این عمل را به صاحبش گردانید که آن کس به مصیبت مردم شادی می کرد و به ایشان رحم نداشت. من فرشته رحمتم. مرا فرمودند که عملی بیرحمان را رد کنم. پس عمل دیگری را به آسمان برند که نور وی چون نور آفتاب باشد و آوازه آن در آسمان ها افتاده باشد و در هیچ آسمان را رد نکرده باشند. چون به آسمان هفتم رسد، فرشته آسمان هفتم گوید که این عمل را به صاحبش زنید، چون که او این عمل را نه برای خدا بلکه به مقصد خشمت کرده بود. هر عملی که این چنین باشد آن عمل ریا باشد. خدای تعالی عمل ریاکاران را قبول نمی کند. پس عمل شخصی دیگر را به آسمان برند
قصه از داستان محمد غزالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.